بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، یاران و همراهان همیشگی برنامه سفره دل. الله رو سپاس از اینکه یک بار دیگر بر ما منت گذاشت تا خدمتگزار شما خوبان باشیم در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل و بیان یکی دیگر از درد دلها و مشکلات موجود در جامعه ما. بارها در مسیر رفتن به سمت کار، مدرسه، دانشگاه یا حتی رفت آمد عادی در گوشه و کنار شهری که در اون زندگی میکنیم یا دیاری که زندگی میکنیم، گذرمون به نونهالانی میفته، به کودکانی میفته که چهره معصومانه اونها، چهره پاک و بی آلایششون، اون سیمای کودکی، اون صداقت دوران کودکی، اون لطافت دوران طفولیت در سیمای اونها هویداست. اما این کودکان یک تفاوتی با دیگر کودکان، با اون اطفال و کودکان همسن و سالی از خودشون که در خانه و خانواده زندگی میکنن در جمع ما، یک تفاوت بسیار بزرگ دارن. اینها در این فضا یا عده‌شون مشغول به فروشن، یک جعبه دستشون داخل این جعبه حالا شکلاتی، آدامسی، دستمال کاغذی، یا به فراخور منطقه و مکانی که اونجا مشغولن وسایلی رو میفروشن. میان با اصرار به انسان پیله میکنن، میچسبن به بدن انسان و التماس میکنن تا انسان یک چیزی از اونها بخره، یا اینکه دست گدایی دراز میکنن و تکدیگری میکنن، یا اینکه تصویر تلختر میشه و انسان شاهد اینه که طفلی، کودکی با لباسی مندرس، پاره، آلوده، سر و وضعی به هم ریخته که نشان از بی اطلاعی و بی خبری والدینش یا بزرگانش داشته باشه یا نداشته باشه، نشان از بی توجهی و بی اهتمامی جامعه نسبت به اون داره، بر سطل زباله ایستاده و میگرده با امید لقمه، با امید اینکه پسمانده ای از غذایی پیدا بکنه و شکم گرسنه خودش رو سیر کنه. خیلی دردناکتر میشه تصویر وقتی که انسان در گوشه خیابانی طفل نازنینی رو ببینه که بر آجری، بر سنگی، بر چوبی یا بر ساعد دست خودش سر گذاشته و گوشه ای از آسفالت خوابیده. صحنه های دردناک است وقتی که انسان کودکان و اطفالی رو مشاهده میکنه در مسیر راه خودش، در گذر خودش، وقتی که با تمام اهمیت، علاقه و عشق نسبت به کودک خودش، به فرزند خودش، به طفل خودش، طفل خود رو در آغوش گرفته یا دست در دست اون پنجه به پنجه با هم راه میرن و کل حواس انسان جمعه که حتی کوچکترین ناراحتی برای این طفل نازنینش ایجاد نشه، باز هم مشاهده میکنه که کودکانی در خیابان آواره و سرگردان میگردن. کودکان خیابانی درد بسیار عمیقی است در جامعه ما، زخم کهنه‌ای که خیلی ها از اون غافلیم. آینده این کودکان چه خواهد شد؟ اینها شب رو کجا میگذرونن؟
اینها چطور زندگی میکنن، اینها به کجا بستن، چه کسی به فکر اینهاست، چه کسی به فکر غم و غصه و خوراک و پوشاک و نیازهای اولیه اینهاست، اینها چطور امرار معاش میکنن، اینها چه خواهند کرد چند سال بعد، اینها الان با این وضعیت زندگی به کجا میخوان برسن، آینده اینها در جامعه ما چیست، ما چه وظیفه نسبت به اینها داریم، مشکل از کجا آغاز میشه اصلا، چرا اینها به خیابان پناه آوردن و وضعیت زندگیشون این گونه است، چرا، از کجا این مشکل ایجاد شد، چه عوامل و اسبابی سبب میشه که اینها به این وضعیت بیفتن، برای حل این مشکل چیکار باید کرد، چه باید بکنیم. وظیفه من و شما بیننده نسبت به این کودکان خیابانی چیست؟ امروز میخوایم به همراه شما عزیزان و جناب دکتر درباره کودکان خیابانی صحبت بکنیم، درباره اون عزیزانی که در خیابان شاید به خاطر اصرار و به خاطر تکرار یک درخواست از ما بارها به اون بی احترامی هم میکنیم، نفرینش هم میکنیم، شاید یک حرف تند هم بهش میزنیم که ما رو ول بکنه و از ما دور بشه، فقط به دنبال اینه که این زالو، بعضی همچین تعبیری استفاده میکنن، این کنه، این کسی که چسبیده به بدن ما، اینو از خودمون دورش کنیم. از لباسش خوشمون نمیاد، از رنگی که گرفته، از بویی که داره خوشمون نمیاد. شاید هرگز به این فکر نبودیم که بیشتر اون رو به خودمون نزدیکش بکنیم و مشکلش رو حل کنیم و به فکر این باشیم که این رو دستش رو بگیریم که بنی آدم اعضای یک پیکرند. امروز به همراه جناب دکتر درباره این موضوع صحبت خودمون رو آغاز خواهیم کرد و سعی می‌کنیم هرچند کوتاه و مختصر و گذرا حداقل آشنا شده باشیم با درد این عزیزان، با امید این که بتونیم قدمی برداریم در راستای حل مشکلات اونها. در ابتدا عرض سلام دارم و ادب و احترام از طرف خودم و به نمایندگی از شما خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز، میهمان همیشگی برنامه. جناب دکتر عرض ادب و احترام خدمت شما. بعد هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار عزیز و خدمت عمومی در دست همکاران جمهوری جمهوری مثال قبل و از اینکه فرصت دادید در خدمت بینندگان عزیز باشم تمام سپاس رو بدیم. همچنین عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت بینندگان عزیز و امیدوارم هر جای دنیا که هستید همیشه شاد و سربلند باشید. در خدمت شما هستیم با این پدیده و موزله حاد اجتماعی که سخنان دردآور استاد سلیمانی واقعا انسان رو رنجور میکنه و دل انسان رو به درد میاره. یک موزله‌ای که واقعا سخن گفتن از اون و یادآوری از اون باعث میشه که انسان از صدای جناب دکتر رو ظاهرا مشکل صدا داشتیم، تا دوستان صدای جناب دکتر رو درست بکنن من پوزش می‌ذارم از جناب دکتر به خاطر مشکلی که پیش اومد. این موضوع واقعا همونجوری که جناب دکتر هم بهش اشاره فرمودن موضوع بسیار دردآور است. موضوع عزیزان و دلبندان و سرمایه‌های از جامعه ما که در کوچه و خیابان آواره و سرگردان می‌گردن. سن کودکی، سن طفولیت، سنی هست که این کودکان، این اطفال نازنین، چه پسر باشن چه حالا این مسئله، وقتی که انسان میبینه اینها دختران کوچکی هستند که مادران آینده جامعه باید باشند، درد خیلی دردناکتر میشه، زخم خیلی عمیق‌تره، رنج خیلی تحملش مشکل‌تره. من دیشب بعد از نماز عشا وقتی از مسجد خارج می شدم، من دم در مسجد دختر بچه‌های کوچکی رو مشاهده کردم که دستشون به هر حال تسبیحی بود و اون چیزی که مرتبط بود به هر حال به حال و هوای مسجد دستشون میفروختن، شاید در سنهای مثلا 5 6 7 سالگی، 4 5 نفر با هم. اینها واقعا دردآوره وقتی که انسان میبینه که کودکی در این شرایط، در این سن و سال
الان باید بره بشینه یا در داخل خانه در دامان گرم خانواده باشه و مشغول یادگیری و تعلیم و تعلم باشه، و یا اینکه حداقل سنهای بالاتر پشت میز و نیمکت درس بشینه و خودش رو آماده بکنه برای پذیرفتن مسئولیت سنگینی که در آینده جامعه به عهده این آینده ساز گذاشته خواهد شد، چه دختر بچه‌ای کوچکی باشه و چه پسر بچه‌ای که الان در خیابان به این وضعیت افتاده. در دین مبین اسلام ما چون از اونجایی که خب درد رو ما بیشتر در جامعه خودمون بررسی میکنیم، ما در جامعه خودمون میایم و این موضوع رو مطرح میکنیم، در همه جوامع ما این مشکلات رو داریم، این مصیبت ها رو ما کودکان خیابانی رو در همه جوامع داریم. دین مبین اسلام نسبت به کودکان، نسبت به اطفال، نسبت به نونهالان بسیار تاکید فراوانی داره. از اونجایی که خب نقش اینها بسیار مهم هست و اینها همون کسانی هستند که آینده جامعه ما رو میسازن، ما در آموزه های دین مبین اسلام خیلی توجه دقیق و ظریف و لطیفی رو نسبت به کودکان میبینیم، نسبت به اطفال میبینیم که این خودش بار مسئولیت ما رو نسبت به این عزیزان بیشتر و بیشتر هم خواهد کرد. عزیزان، هر وقت ارتباطمون با جناب دکتر برقرار شد من اطلاع بدید که ادامه صحبت جناب دکتر رو هم داشته باشیم. در تعریف کودکان خیابانی ما وقتی که میایم صحبت از کودکان خیابانی میکنیم، اون چیزی که سازمان‌های به هر حال رسمی و دولتی ها را، سازمان‌هایی که سعی میکنن از کودکان بیشتر حمایت بکنن و حقوق اونها رعایت بکنن، هر کودکی که زیر سن 18 سال رو حالا معرفی میکنن. هر کسی که در زیر سن 18 سال در خانه و یا خانواده سرپناهی نداشته باشه، یعنی یک خانه مشخصی نداشته باشه، خانواده‌ای نداشته باشه، و یا چه بسا که خانه و خانواده هم داره، یعنی وقتی صحبت از کودکان خیابانی میشه فقط کسانی نیستن که یتیمن یا مثلا چه از پدر چه از مادر چه هر دو، هر کودکی که سرپناهی نداره و از خانه رانده شده، حالا میتونه که این سببش همون جدا شدن پدر مادر از هم باشه یا از دست دادن والدین به خاطر اتفاقات مختلف، و یا اینکه به هر حال بیرون شده از خانه و خانواده، فرار کرده یا فریب خورده یا گم شده، به هر حال در فضای خارج از خانه زندگی میکنه و مشغول به شغل‌های کاذب، مشغول شغل‌های کاذب هست. احیانا اگر تازه این کودک خیلی خوش نصیب باشه یا اینکه این کودک به دام بانده های مختلف میفته و خدای نکرده مورد سوء استفاده قرار میگیره در اهداف مختلف و در به هر حال هر کسی که اینها رو میاد و در بازاری که مشغول است سعی میکنه سوء استفاده بکنه، اینها همه در مقوله کودک های خیابانی داخل خواهند بود. برمیگردیم سراغ جناب دکتر و من دوست دارم که اون صحبت رو از جناب دکتر بیشتر بشنویم. جناب دکتر با عرض پوزش از مشکلی که پیش اومد، من دوست دارم که ابتدای سخن رو خودتون از هر جایی که دوست دارید آغاز بکنید. این زخم واقعا زخمی هست که انسان از هر گوشش که شروع بکنه صحبت رو به هر حال زخمه و دردآور و ذکر این صحنه ها و یادآوری و تکرارش هم یقینا نه برای ما نه برای بینندگان عزیز خوشایند نیست، اما مجبوراً باید در این باب صحبت بکنیم تا فکر چاره‌ای باشیم. صحبت شما رو میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در حقیقت این پدیده اجتماعی بسیار ناگواری است و هممون دلمون رنج میشه که یادآوری کنیم اون چیزی که خیلی وقتا تو جامعه میبینیم و با چشمای خودمون میبینیم. یک لحظه خاطره های زیبامون خدشه‌دار میشه، اما برمیگردیم خودمون رو به غفلت میزنیم و میگیم که یا حداقل با انداختن بار مسئولیت به دوش دیگران که من مسئول نیستم، به هر حال پدر مادرش وظیفهشون بوده، چششون کور، خب معتاد شدن دیگه، همینه. خیلی کم رشد آگاهیمون بالاتر باشه میندازیمش رو کله حکومت و نظام که خاک به سر همچنین نظام و همچنین حکومتی
که این همه مال و ثروت ملت رو به تاراج میبرند و نمیتونن 4 کودک رو از خیابونا بلند کنند، به خصوص وقتی که باز سطح آگاهیمون بیشتر باشه و یه مقداری در روزنامه ها به اصطلاح ولو باشیم، ببینیم که بله بعضیا تعداد کودکان خیابانی رو یونیسف در آسیا به 25 میلیون رقم حساب میزنه. بعد میایم میبینیم که بحره ایران زمین، کشوری با این همه ثروت که دنیا رو به فتنه و فساد کشیده به خاطر پول الکی و به اصطلاح زیادی که داره، میبینیم که در این کشور حرف از 2,700,000 کودک کار و کودک خیابانی زده میشه. چیز بسیار وحشتناکی هست. کودک خیابانی ما در به اصطلاح وقتی حرف از کودک میزنیم، کودکی به اصطلاح بی سرپناه هست، کودکی که به اصطلاح بی مأوا هست، بی سرپرست هست، کودکی که بی فردا هست. این کودک به اون کودکایی غالبا اطلاق میدیم که بنا به دلایلی خانواده به بحران‌های اقتصادی، بحران‌های عاطفی، خانواده نتونسته نیازهای اجتماعی، نیازهای عاطفی، نیازهای فرهنگی، نیازهای روحی روانی شخصیتی کودک رو برآورده کنه و این کودک احساس کرده که به اصطلاح کل وقتش رو، بیشتر وقتش رو تو خیابون باشه، احساس آرامش بیشتری میکنه از این که تو خونه باشه، یا اصلا خونه ای سرپناهی نداره. این کودکی که به اصطلاح از این محیط اجتماعی محروم هست. متاسفانه کودکانی بسیاری هستند که به اصطلاح در حاشیه زندگی میکنند، حالا بنا به دلایلی، حالا کودکی است که یتیم هست، کودکی است که خانوادهش بسیار فقیر هستند، کودکانی هستند که نوعی به اصطلاح نقص عضو دارند، یه مشکل به اصطلاح جسمانی خاصی دارند. به این وضعیت به اصطلاح جسمانی که دارند به حاشیه زندگی کشیده شدند. کودکانی که از مدرسه فرار کردند، کودکانی که به اصطلاح کودکای ملت‌های مهاجر، اینا هم در بسیاری موارد به حاشیه جامعه کشیده میشوند. کودکان به اصطلاح روستایی که به شهر هجرت کردند، کودکان خانواده‌هایی که از هم گسیخته شدند، کودکانی که پدر مادری ندارند یا بچه صیغه‌ای هایی که به اصطلاح سربار جامعه رو جامعه انداخته شدند، یا کودکان به اصطلاح غیر شرعی. همه اینا از جمله کودکانی هستند که در حاشیه جامعه بدون انتخاب خودشون، با ظلم و ستمی که جامعه به اونا روا داشته، ظلم و ستمی که خانواده ها به اونا روا داشته، ظلم و ستمی که به اصطلاح اونا زیر بارش رفتن، هیچ گونه گناهی بیچارا نداشتن. بنا به این بحران‌های اجتماعی که در جامعه هست، بحران‌های اقتصادی که هست، این کودکان تو جامعه افتادن. جنگی بروز داده، یک عالمه کودک تو جامعه بی سرپناه و بی مأوا شدن. نمیدونم زلزله‌ای، عوارض طبیعی به وجود اومده، سیلاب اومده، به هر حال یک مواردی کودک رو از خانواده کنده انداخته توی به اصطلاح خیابون. این کودک هم برای زنده موندن، برای بقایش داره جون میکنه، داره تلاش میکنه، به هر دری میزنه. خب سطح عقل و ادراکش بسیار پایین، نپختگی، جامعه هم توش گرگ بسیار، این به فساد کشیده میشه، به انحراف کشیده میشه، به بزهکاری کشیده میشه، شکار بانده ها و مافیاهای مواد مخدر میشه، بانده های به اصطلاح فروش اعضای جسم که متاسفانه ما در کشور بسیاری از این حالتها رو، در کل منطقه و در کشورمون متاسفانه بسیاری از این پدیده های زشت غیر انسانی رو داریم که کودکان توی به اصطلاح بانده ها گیر میافتند، به گدایی، بانده های گدایی پروری، بانده های نمیدونم که رنگ و بوی مذهب به خودشون میگیرند، کودکان رو میگیرن میبرن توی جندخانه های مذهبی، به خصوص دختران رو برای به اصطلاح کارهای صیغه و مواردی این چنینی خدمت به
نمیدونم امامزاده ها و این مزخرفات. به هر حال این کودکان بی مأوای بی گناه میفتن تو خیابون، تو بازار، تو بانده های فساد و فحشا. به این صورت به اصطلاح ازشون بهره برداری منفی میشه و از حقوق اجتماعی خودشون متاسفانه محروم میشن و ما جامعه جزئی از این گناه رو داریم متحمل میشیم بدون اینکه خودمون حتی در برخی موارد احساسش کنیم. جناب دکتر اجازه بدید ما در همین موضوعی که شما اشاره فرمودید، بحث حقوق این عزیزان، بحث رو از اینجا آغاز بکنیم. شناخت حقوق کودکان یقینا به ما بیشتر کمک خواهد کرد تا عمق این فاجعه رو بیشتر درک بکنیم که چقدر این عزیزان و این جگرگوشه ها به اونها ظلم شده و چقدر ما غافل بودیم از این مسئولیت بسیار مهم. درباره حقوق کودکان در دین مبین اسلام اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم به مراجع اصلی خودمون، کتاب و سنت رسول صلی الله علیه و سلم، چه مواردی رو بیشتر میتونیم ما مشاهده بکنیم درباره حقوق؟ چه حقوقی رو ما معرفی میکنیم برای کودکان و اطفال و خردسالان؟ در مجموع وقتی که ما حرف از حق و حقوق میزنیم، به خصوص در شأن انسان، این حق و حقوق رو در هیچ مرامی، در هیچ مکتبی، حالا چه مکتب نمیدونم جدید و تأسیس و رشد آگاهی بشر باشه، چه مکتبی که نمیدونم خودش رو به یکی از مکاتب آسمونی هم رفت بده، هیچ مکتبی، این رو من با جرأت دارم میگم، که به انسان این ارزش و این مکانت و این جایگاه رو نداده که اسلام و دین مبین اسلام داده. ولقد کرمنا بنی آدم. این انسان رو خداوند تکریم کرد و در همه اقشار بشر، همه مراحل عمری، حقوق خاص و واضحی رو براشون تعیین شده است در دین مبین اسلام. کودک خب نتیجه زندگی است، زینت این زندگی است. کودک تلاش بسیار بزرگی است که یک افراد به خرج میدن، خانواده ها به خرج میدن تا استمرار زندگی به وجود بیاد، با وجود همه به اصطلاح افتهای فرهنگی، افتهای تکنولوژی که ما در جهان داریم، همه عقب موندگیمون قبول. با وجود این در جو خانواده، در وجود خانواده، در احترام و رسیدگی جامعه های متخلف فقیر اسلامی به کودک، هیچ جامعه‌ای هر چقدر هم پیشرفته باشه در اروپا و در غیر اروپا به گرد پای جامعه های فقیر اسلامی ما تا الان نمیرسه. اما با این وجود، این چیزی که ما در جوامعمون میبینیم و روش بها میدیم و ارزش براش قائل هستیم، این 1/1000 اون حقی نیست که قرآن و اسلام برای کودکان و برای آینده سازان جامعه ما تعیین کرده. وقتی که ما در جوامع بشری از کودک حرف میزنیم، از یک موجودی که به اصطلاح وجود فیزیکی داریم حرف میزنیم. اما در اسلام وقتی که از حقوق کودک حرف میزنیم، از یک موجودی حرف میزنیم که قراره به وجود بیاد. یعنی هنوز پروژه این کودک طرح‌ریزی نشده، ما داریم از اون لحظه ها حرف میزنیم که تازه یه آقا پسری دنبال خانمی هست که باش ازدواج کنه، یا دختر خانمی در پی یک شوهر مناسبی هست. اونجا حق کودک مطرح میشه. از مهمترین و اساسی ترین و اولین حقوق کودک این هست که پدر برایش یک مادر مناسبی رو انتخاب کنه، مادر برای کودک آینده خودش یک پدر مناسبی رو انتخاب کنه. هدف از زندگی رشد این زندگی و پویا کردن این زندگی است. در نتیجه باید پله اول، قدم اول باید یک پله پاکی باشه. خانم یا آقایی که میخواد ازدواج کنه، همسرش رو بر یک اساس و خواسته هایی که میذاره، خواسته هایی هست که نه تنها خواسته های اوست، بلکه خواسته های فرزند آینده اوست، که نه از پدرش خجالت بکشه، نه از مادرش، نه از شکل و قیافش، نه از فرهنگش، نه از نام و نسبش، نه از جایگاه اجتماعیش. وقتی که من میخوام ازدواج کنم، از همون لحظه، به خصوص آقایون،
قضیه اینه که آقا من مادری که برای بچه‌م انتخاب میکنم، این مادر چی کاره باید باشه؟ آیا یه مادر هست، زن خانه هست، رشد و تربیت آینده فرزند رو برام تأمین میکنه، یا مثلا من حاضرم که یه کارمند حکومت هم باشه، یه کارمند باشه تو بازار هم پرسه بزنه. وقتی که این کارمند رو به خاطر به اصطلاح بحران اقتصادی که باش گریبان هستم یک زن کارمند میخوام بگیرم، اون وقتی که باید مسائل دیگه‌ای که قضیه حمایت و امنیت و تربیت کودکم رو تأمین میکنه، اینها رو هم باید مد نظر داشته باشم. و الا دیگه باید فرداش اگر کودکم مشکل به اصطلاح عضوی داشت به خاطر به اصطلاح فعالیت‌های سنگین مادر، اگر کودکم مشکل روحی روانی و تربیتی داشت که این غالب هست در خانواده‌هایی که همسرانشون کار میکنن، اینها رو هم باید یا جبران کنم به شیوه‌ای، یا براش دنبال بدیل باشم، دنبال یک مادر در کنار مادر کار، یک مادر به اصطلاح خونه و مادر تربیتی برای بچه‌هام تهیه کنم که به اصطلاح همون مسئله تعدد به اصطلاح ازواج پیش میاد. به هر حال این وظیفه پدر هست، پدری که بیاد به اصطلاح فقط هدف به اصطلاح تولید مثل باشه و بدون هیچ گونه این در واقع در مقابل حق کودکش کوتاهی کرده و جوابگو هست. بعد از اینکه کودک پروژه کودک گذاشته شد، کودک به دنیا اومد، حقوق این کودک باز پویاتر میشه. اولا اینی که من این کودک نام درستی براش انتخاب کنم. نام کودک حق پدر و مادر نیست، حق کودک هست. نام کودک برای پوز دادن پدر و مادر نیست که اسم کودکم رو بذارم اسم یک نمیدونم ستاره‌ای گمنام تو آسمون، اسم کودکم رو بذارم اسم نمیدونم یه موجودی که تازه در جنگل‌های نمیدونم آفریقا کشف شده، اسمش رو بذارم اسم یکی از میکروب‌هایی که تازه بشر اون رو خلق کرده، یا اسم یک بازیگر تلویزیونی که فردا یک کالتاق و دزد و نمیدونم چیشی از آب در میاد. نه خیر، این حق پدر و مادر نیست که پوز بدن جلوی مردم اسم بچه‌مون نمیدونم زاغزاغو است. نه، این اسم حق کودک هست که فردا که بزرگ شد تو جامعه مردم مسخرش نکنن، بچه‌ها ازش نخندن، نطق و اسمش بسیار سخت نباشه. بله من رفتم اسمی انتخاب کردم از یک زبان فرانسوی یا زبان فلانی، وقتی اومدیم تو زبان خودمون وقتی میخوایم نطقش کنیم یه فوش از آب در میاد. نخیر، این حق به اصطلاح کودک هست، حق پدر و مادر نیست. نام بعد از اون براش عقیقه بگذارم، اظهار شادی کنم، اظهار شکر خدا رو به جا بیارم، قربونی بدم، مردم رو دعوت کنم، مردم احساس کنم که من از این زینتی که خداوند به من داده، از این نعمتی که داده خوشحال هستم و روز هفتمش که شد سر بچم رو بتراشم که این حقشه. برای به اصطلاح زیبایی رشد موش، برای اینا قضیه نظافتش، قضیه اینا ختنه کردنش به سر بچه ها، همه اینها از حقوق این کودک هست. و بیشتر از این بعد حقوق دیگه‌ای هم که مطرح میشه که حقوق خانواده هاست. یعنی اولین حقی که باز خیلی ها هم ازش غافل هستن، حق زندگی حق کودک هست. حالا این کودک رو مادرش اومده یه غلطی کرده و یک به اصطلاح کودک حرامی رو میخواد تو جامعه به اصطلاح تو شکمش پیدا شده، بچه صیغه‌ای هست و بچه هست، این کودک به وجود اومده. الان که به وجود اومده مصدرش چی بوده مهم نیست، الان این حق زندگی داره، یه حق داره که این مادر این جامعه یک زندگی شرافتمندانه‌ای براش ایفا کنن. حالا جامعه حق داره که این مادر رو مجازات کنه، پدر رو مجازات کنه، این جای خودش، اما کودک حق زندگی داره و حق ندارن مادران یا افراد که اون رو مثلا سقط جنین کنن یا بکشنش یا این چیز دیگه. جناب دکتر تو این موضوع حالا یک پرانتز باز کنیم، چون این موضوعی هست که متاسفانه در جامعه ما دید نسبت به این قشر از کودکان که حالا از راه‌های نامشروع، حالا این تعبیر اگر صحیح باشه استفاده بکنیم، به وجود میان
همونجا که شما فرمودید خب این کودک خودش که انتخاب نکرده و نخواسته که اینطوری باشه، اما بالاخره اومده. دید جامعه ما دید مثبتی نسبت به این کودکان نیست. اینو چیکار باید بکنیم؟ خب این دید منفی نسبت به این کودکان خودش خیلی وقتها سبب میشه که در تعامل جامعه نسبت به اینها مشکلات زیادی برای این کودکان ایجاد بشه، چه در دوران کودکی چه نوجوانی و حتی بعد از اینکه اینها به سن بزرگسالی هم میرسن. چه باید کرد با این دید منفی؟ متاسفانه این رو ما در جامعه داریم، همیشه زور ما به ضعیف میرسه. اون پدر نامردی که اومده و غلطاقی کرده و به اصطلاح یه فسادی رو به راه انداخته تو جامعه، زور ما به اون نمیرسه. زور ما به اون مادری که همچنین حماقتی رو کرده نمیرسه. چرا؟ چون این مادر مثلا پشتیبان امامزاده رو داره، آخوندی اومده این رو گولش زده، این مادر نمیدونم زبان درازی داره، غلطاقی هست. زور ما به اون نمیرسه. میایم خودمون رو خالی میکنیم روی چی؟ این گناه رو همه جامعه احساس میکنن گناهی صورت گرفته، همه جامعه احساس میکنن یک اشتباهی صورت گرفته، حالا یک طعنه‌ای باید زده بشه، یک کسی باید مجازات بشه. چون که زور ما به بزرگتر نمیرسه روی کودک خالیش میکنه. این اشتباهه. این کودک چه گناهی کرده؟ این که بیچاره نه مادر خودش رو انتخاب کرد نه پدر خودش رو. هیچ یک ما بشر مادر و پدرمون رو انتخاب نکردیم. خب پس این کودک حقی بر جامعه داره. درسته پدر مادر از حق خودشون خیانت کردن و از به اصطلاح ظلم روا داشتن، جامعه ظلم روا داشت، اما ما بقیه جامعه، افرادی که به اصطلاح این رو درک میکنیم، نباید این کودک از مهمترین حقوقی که کودک بر جامعه داره حق حمایت هست، حق محبت هست. کودک در آغوش جامعه باید احساس امنیت بکنه، احساس وجود بکنه، احساس شخصیت شناخته شده بشه، احساس این بکنه که جامعه هوای اون رو داره، دوستش داره. حالا این کودک هر کی میخواد باشه، میخواد کودک آدم فقیر باشه، میخواد کودک آدم به اصطلاح ثروتمند باشه، پدرش از به اصطلاح جاه و مکانت اجتماعی برخوردار باشه یا نباشه، هر کی هست، ما با کودک یک به اصطلاح موجود نازنینی که به این به اصطلاح کره زمین اومده و آینده فردای این زندگی است، چه ما بخوایم چه نخوایم. همونطور که فرزند من فردا رو رقم میزنه، این کودکی که تو خیابون ولو است، این در کنار فرزند من فردا رو میسازن. اگر من فرزندم رو ساختم این رو بها ندادم بهش، خب من فردا رو خراب کردم. این دو تا به اصطلاح آجر، یه آجر پوک یه آجر خوب در کنار هم نمیتونن یه بنای محکم و سترگی رو برای آینده بسازن. پس حق زندگی حق این کودک هست. حق کودک بر جامعه این هست که این رو به اصطلاح بهش برسه، امنیت بهش بده، احساس وجود بهش بده، هویتش رو براش احترام بگذاره. حتی این هویت اگر هم هویتی بود که از راه منفی اومده بود، من حق ندارم این کودکی که به اصطلاح یه پدری داره، حالا پدرش یک جنایتکار بود، یه معتاد بود، یک نمیدونم به اصطلاح از راه نامشروع بود، حق ندارم حتی حق ندارم پدرش رو ازش بدزدم. من به خاطر اینکه آقا من میخوام که این کودک نفهمه، نخیر حق من نیست، این حق کودکه. باید باید این کودک بدونه که یه پدری داشت، اون پدر به اصطلاح گرگی بود، به مادری داشت، مادرش گرگ بود، مهم نیست. این رو باید کودک با این واقعیتی که باش به وجود اومده بفهمه و این در روند تربیتی آتیش تأثیر خواهد گذاشت که بله من نتاج یک ظلم اجتماعی هستم، باید در مسیر برطرف کردن این ظلم اجتماعی تا کسای دیگری چون من به جامعه نیان، من باید تلاش کنم. برای همین ما خیلی از کودکان رو داریم. این یکی از به اصطلاح جوانب مثبتی است که در جوامع ما هست. خیلی از افرادی که در مسیر اصلاح جامعه کار میکنند، تلاش میکنند، اون افرادی هستند که با همین به اصطلاح ظلم جامعه داغ شدند. ظلم جامعه حالا در مسائل مختلف اونا رو یک ضربه های مهلکی زده، الان نمیخواد که اون ضربه به کسای دیگه وارد بشه. خیلی از افرادی که یتیمخانه ها رو اداره میکنن، اینا افرادی بودند که از همین یتیمخانه ها به اصطلاح اومدن بیرون. در کنار این حقی که بر جامعه بهش اشاره شد، خب حق کودک بر خانوادهش این دیگه حق بسیار بسیار مهمی هست و این رو کسی هم نمیتونه انکار کنه. خانواده باید امنیت کودک رو حفظ کنه، خانواده بهش آرامش بده، امان بده،
و به هر حال کودک در این خانواده به وجود اومده، مسئولیت اول از خانواده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کودکی رو خداوند به اصطلاح به دنیا میاره، تو به اصطلاح آفریدگار اون رو درستش میکنه بر مبنای فطرت انسانی و ایمان درست است. از اول که کودک میاد به اصطلاح آماده شده است، ساخته شده است، خداش رو میشناسه، دینش رو میشناسه، فهم و درایت دینیش درست هست. بعد از این پدر و مادر هستند، این جامعه هست که فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه، که اونا میاد این رو کجش میکنن. یکی میاد به آتش پرستش میکنه بچهش رو، یکی میاد یهودیش میکنه، یکی میاد مسیحیش میکنه، یکی میاد امامزاده پرستش میکنه، یکی میاد گاو پرستش میکنه و یکی دیگه هم میاد همون مبنای فطرت رو ادامه میده، میذاره بچه خداش رو بشناسه و خدا پرست باشه. این کودک بر جامعه، بر خانواده، وظیفه خانواده هست که در تربیت ایمانی این کودک، در تربیت جسمانی، در تربیت اخلاقی، در تربیت عقلانی، در تربیت شخصی و نفسی و شخصیتی کودک به اصطلاح نقش خودشون رو ایفا کنن، وظیفه خودشون رو ایفا کنن، چون که این وظیفه است بر به اصطلاح کودکان. پدر و مادر باید حق عدالت و مساوات رو بین کودکاشون مراعات کنن، حق کودک کوچیک در رحمت و شفقت این رو بروز بدن، حق دختران بر پسران، ویژگی که دختران بر پسران دارن این رو باید در مسائل عاطفی رعایت کنن. اگر در کودکی در خانواده یتیمی وجود داره، حق این یتیم که چه کسی ازش حمایت کنه، چه کسی وصیش باشه، این وصی این به اصطلاح یتیم چه خصوصیت و چه شرایطی داشته باشه، این شایستگی رو داره نداره، اینا باید مراعات بشه. دولت و نظام، این کودک بر نظامی که در جامعه حاکم است حقوقی داره، وظیفه دولت هست که نمیدونم حمایت کودک رو برآورده کنه، تعلیم و تربیت کودک رو به صورت به اصطلاح مجانی و اجباری برای کودکان تأمین کنه. وظیفه دولت هست که زندگی شرافتمندانه رو برای کودکان مهیا کنه. وظیفه دولت و نظام هست که به اصطلاح زبان مادری کودک رو بهش آموزش بده. وظیفه نظام و دولت هست که اون حقوق ابتدایی کودک برای یک زندگی شرافتمندانه سالم و به اصطلاح با فرهنگ رو براش مهیا کنه. دولتی که همچنین ویژگی رو نداشت اون دولت نیست، یک مافیایی هست، یک به اصطلاح چاپاولگرانی هستند که بر به اصطلاح شونه و سر مردم سوارن. همین کودک رو ما میتونیم یه معیار قرار بدیم. کودک در واقع یک معیاری هست. با نگاه کردن به کودک شما میتونید بفهمید که این کودک و این خانواده آیا واقعا حق کودک رو ادا میکنه؟ این جامعه آیا جامعه سالم و صالحی هست؟ این نظام آیا نظام هست یا یک مافیای قدرت؟ همه اینها بر معیار یک کودک شما میتونید این رو مشخص کنید و در جامعه وقتی که چشامون رو باز میکنیم و کودکان رو نگاه میکنیم، کودک کار رو میبینیم تو خیابونا ولو هست، کودک خیابونی بیچاره رو میبینیم، کودک بی سرپناه رو میبینیم، اون وقت میفهمیم که ما با چه بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و چه بحرانهای سیاسی و نظامی که در کودک بسیار نظام یا مدیریتی که در جامعه هست روبرو هستیم. جناب دکتر تا حالا آنچه که خب بیان گردید و شما فرمودید اون وظایف و حالا وظایف ما و حقوقی هست که یک کودک داره و ما باید اینا رو همه رو رعایت بکنیم. اما اگر برگردیم به موضوع خودمون، خب به هر حال این مقدمه است برای اصل موضوع خودمون که حالا ببینیم چقدر ما کوتاهی کردیم و چقدر اینها حق دارن گردن ما و کجاها باید دنبال ریشه مشکل بگردیم. در تعریف خود وقتی ما صحبت از کودک‌های خیابانی می‌کنیم، منظور از این کودک‌های خیابانی چی هست؟ وقتی که ما شروع می‌کنیم صحبت می‌کنیم به کودک‌های خیابانی، فقط یک گروه خاصی که هیچ پدر و مادری ندارن، هیچ کسی رو ندارن مراد است یا نه دایره فراتر از اینه؟ کودک‌های خیابانی در واقع یک بحران اجتماعی است که این بحران اون کودکانی که به اصطلاح خانواده نتونسته اونها رو نیازهای اونها رو برآورد کنه و اونها رو ولو رها کرده تو خیابون. حالا این کودکا رو وقتی که ما تو خیابون میریم یه سری میزنیم چه گروهایی رو میبینیم؟ بعضی از کودکان هستند که اینها
هیچ ریشه و اساسی برای خودشون نمیشناسن، هیچ هویتی برای خودشون نمیشناسن، نه پدری میشناسن نه مادری میشناسن. حالا پدر و مادر یا مردن یا به اصطلاح در جنگ از دست رفتن و اینا گمشون کردن، یا به اصطلاح یک پدیده به اصطلاح طبیعی به وجود اومده، زلزله اومده، همه از هم ترک و پرک شدن، هجرتی صورت گرفته. به هر حال یک موردی که این کودکان یک زمین خیابان و پیاده‌رویی دارن که این بستر خواب اونهاست و یه آسمانی دارن که لحاف بالای سرشون هست، سقف زندگیشون هست. این کودکان از جمله کودکایی هستند که متاسفانه ما اینا رو در جامعه داریم. از جمله کودکای دیگری که در جامعه هستند، کودکایی هستند که در یک خانواده فقیر، یک خانواده بحراندار زندگی میکنن. حالا این خانواده پدر نداره، داره، معتاد هست. به هر حال بحران‌های اقتصادی این کمر این خانواده رو اونقدر خم کرده که مادر و پدر یا اون سرپرستی که تو اون خانواده هست مجبور شده این کودک رو از خونه بذاره بیرون تا نانآور این کودک باشه. این دستان لطافت این کودک معصوم برن با زندگی دست به گریبان بشن و از سنگ خارا یک تکه نان، لقمه نانی رو بیارن برای این خونه. این کودک میره طول روزش رو تو خیابونها جون میکنه و شب میاد زیر همین به اصطلاح کلبه درویشی، زیر همین یا تو آغوش همین خانواده، آغوش سرد این خانواده، تا یه مقداری آرام بشه. این یک قشری هست که ما متاسفانه در جامعه خیلی از این گونه افراد داریم. در آمار رسمی ایران حرف از 750,000 کودک کار زده میشه که اینا آمار رسمی همیشه آماری است که به اصطلاح این کودک هیچ وقت نمیاد که خودش رو ثبت نام کنه که به اصطلاح بفهمند که چقدر. این آماری است که به اصطلاح میتونه سازمان‌های مثل بهزیستی اینا به دست بیاره. اما کودکان کار بیشتر از اینها هستن به مراتب. یعنی اون آماری که حرف از 2,700,000 نفر میزنه، اون آماری در هر حال یک آمار بسیار وحشتناکی هست. خانواده هایی که به اصطلاح توشون دخترها کوچیکی به اصطلاح بین 7 سال تا 14 سال دارن کلفتی میکنن، اینا در آمارهای بهزیستی نمیاد. اون مافیاهایی که گدا درست میکنند، اون مافیاهایی که نمیدونم کار مواد مخدر میکنند، اون مافیاهای به اصطلاح امامزاده هایی که برای کارهای فحاشیشون یا کارهای خدماتی دیگرشون از این کارا میکنن، سازمان های دولتی که به اصطلاح این کودکان رو جمع میکنن برای به اصطلاح حمایت، بسیج‌های معینی درست میکنن برای حمایت از نظام‌های طاغوتی، اینها در آمارها دیده نمیشه. اون مافیاهایی که کودکان رو میدوزدند، میبرند تیکه پارش رو میکنن و اعضایش رو توی اون به اصطلاح کشتی‌های بسیار وحشتناکی که در دریای عمان و خلیج فارس و این به اصطلاح اتراق زده اونجا میفروشند برای استفاده های پزشکی، اونا تو آمارهای دولتی و رسمی نمیاد. در هر حال این همه این قشر یک قشر بسیار مظلومی هستند. در کنار اینها یک قشر دیگه هست که زاییده زمان هست. همین کودکی که به اصطلاح دیروز تو خیابونا ولگرد بود و مأوا و سرپناهی نداشت، اومد ازدواج کرد. خانواده هایی ما داریم الان که خانه و سرپناهی ندارن، همشون تو خیابونا ریختن، پدر، مادر، پسر، اینا خیلی یه بحران بسیار وحشتناکی هست، هم برای امروز هم برای فردا. این افرادی که هیچ گونه هویتی ندارن، اینا شناسنامه ندارن، اسم ندارن، همینه که میبینید نظام‌های طاغوتی به جای اینکه بیاد اینها رو به اصطلاح ثبت کنه، اینها رو ضبط کنه، اینها رو به حقوقشون رو بده، حقوق اجتماعی که آقا اگر توی نظام هستی اینا حق دارن، حق وجود دارن، وجود اومدن، اینا جزئی از این جامعه هستن، چه بخوای چه نخوای. و تو در ساختن اینها نقش منفی اول رو توی نظام داشتی. میاد اینا رو جمع میکنن، کمپرسش میکنن، میبرن پشت مرز افغانستان، میندازن اونوره که چی آقا اینا شناسنامه ندارن، اینا افغانی مهاجر هستن. خاک به سر همچین نظام و همچنین عقل. به جای اینکه بیا اینا جایی ندارن، مأوایی ندارن و تو
اموال به اصطلاح این ملت بدبخت رو دزدیدی، رفتی که به اصطلاح تو عراق آدم بکشی، تو سوریه آدم بکشی، تو یمن رو در دنیا بحران بسازی. اون وقت به جای اینکه بیای اینها رو جمع کنی، حقوق اینها رو بدی، کمپرسشون میکنی میندازی تو افغانستان که آقا اینا به اصطلاح شناسنامه ندارن. این دلیل چی است؟ دلیل فقدان مدیریت، دلیل فقدان انسانیت در نظام‌های طاغوتی. اینها همه متاسفانه از جمله بحران‌هایی هست که ما در جامعه با اونها دست به گریبان هستیم. جناب دکتر اجازه بدید ما فاصله بگیریم، میان برنامه ببینیم، برگردیم. حقیقتا همونجوری که در ابتدا عرض کردیم خدمت شما بینندگان عزیز، از هر گوشه این زخم که بگیم واقعا شنیدنش هم دردآور برای من و شما، اما حقیقت تلخی است که باید یک فکری برایش بکنیم در حد توان. یعنی هر کسی وظیفه داره که هر چقدر که میتونه در ماحول خودش یک قدمی برداره در راستای حل این مشکل، و اینها پیکری از جامعه ما هستند، عضوی از این پیکره بزرگ هستند و خواهی نخواهی اینها هم آینده جامعه ما رو متأثر میکنن. یعنی جامعه ما اینها هم نقش دارن الان در جامعه و فردای جامعه ما هم اینها هم نقش خواهند داشت یقینا. و اگر امروز به فکر چاره نباشیم، فردا چه بسا که دیگه دیر شده باشه و خود ما هم پشیمان بشیم از کوتاهی‌هایی که در حق این قشر از جامعه کردیم. میان برنامه میبینیم و برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود با ادامه موضوع. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. زمین خشک دلها را چو آب پاک باران است، هر آن کس زین گریزان است، گلستانش پر از خار است. اگر روزی گذر کردی به سوی گلشنی قرآن، بیابی بزم قرآن را بهشت پر ز انوار است. سرشت از ایزدی دارد، نشان از سرمدی دارد، بود نطق خداوندی غم ابلیس مکار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. چو خورشیدی پر از نور است، لباسش عطر و کافور است، بیا از وی ببر نوری که او مصباح انوار است. به دل دارد ابد قرآن مسلمان را پیامی رب، ولی هر مسلمان است عدو سخت کفار است. اگر در زندگی آید شود جانت بهارستان، گر از او رو بگردانی سزایت آتش و نار است. شبستان وجود ما بدون یاد رفتار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. شفای روح هر جسمی توی قرآن، توی قرآن، بهاران می کنی دل را، دل از یادی تو سرشار است. خدایا عشق قرآنت به قلب ما فزون بنما، ببر از دل گناهان را که قرآن خصم فجار است. بگردان ره روانش را به دنیا سرور و سالار،
به عقبی جز به ابرار است که او سالار ابرار است. شبستان وجود ما بدون یاد ربطار است، به نازم نور قرآنش دوای قلب بیمار است. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان، همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع کودکان خیابانی. در میان برنامه با جناب دکتر داشتیم صحبت میکردیم. حقیقتش این موضوع کودکان خیابانی رو موضوع تازه‌ای نیست که باهاش آشنا نباشیم، یعنی برای اولین بار شنیده باشیم همچین پدیده‌ای توی گوشه‌ای از جنگل‌های آفریقا یا آمریکا یا استرالیا اتفاق افتاده باشه، برای ما چیز جدیدی باشه، موجود تازه کشف شده‌ای باشه که ما برای اولین بار بشنویم. نه، یعنی یک مسئله‌ای هست که ما شاید از سالهای سال، یعنی حداقل باهاش آشنا هستیم. یعنی کسی فکر نمی‌کنه از بیننده‌ها کسی بوده باشه که ندیده باشه کودکان خیابانی رو. حالا شاید عزیزانی که در روستاها زندگی میکنن کمتر با این موضوع برخورد کرده باشن، اما در شهرنشین ها حتما یقینا شهرنشین های عزیز با این موضوع دست و پنجه نرم کردن. چقدر من و شما در این باب اومدیم و فکر کردیم؟ چقدر شده که یک باری مثلا وقتی که یکی از این کودکان رو در خیابان میبینیم و گذر میکنیم برگشته باشیم خونه یا همونجا به این فکر شده باشیم که چرا وضعیت این به اینجا رسیده، چرا اینطوری شده؟ اینم که بالاخره همسایه است دیگه، هر چی باشه تو همون کوچه و محله که ما زندگی میکنیم زندگی میکنه دیگه، بالاخره تو همون شهر زندگی میکنه، هم زبون ما هست، هم دین ما هست، هم آیین ما هست، هم باور ما هست، هم جنس ما هست، از ما هست، انسان که هست هر چی باشه. تا حالا شده فکری کرده باشیم، نشسته باشیم، عزیزانی که دستشون به جای میرسه، ریش سفیدای منطقه، بزرگان، کسانی که به هر حال تحصیلاتی داشتن که میتونن نظر بدن، فکر بکنن، تاجرایی که دستشون به مالی میرسه، عزیزانی که واقعا میتونن کاری بکنن، عزیزانی که حداقل دعایی میتونن بکنن، هر کسی در حد توان خودش. حالا نیازی نیست که حتما هر کسی بیاد یک پروژه عظیمی درست بکنه. از دولت مردای ما هم که خیری نیست، یعنی حقیقتا خیری اگه می بود که وضعیت ما این نبود و انتظاری هم از اونا نداریم که بخوان این مشکلات رو حل بکنن. اونا که خودشون این وضعیت رو به وجود آوردن، یعنی عامل اصلی یقینا خود دولت مردا و سیاست مدارا هستن که ثروت جامعه بیت المال دست اونهاست و به تاراج میبرن. اما خود ما تا حالا آیا یک اقدام عملی برداشتیم که یک تلاشی بکنیم، یک حرکتی بکنیم، بریم بررسی بکنیم، ببینیم اینا رو، بشینیم باهاشون، حداقل از درد دلشون خبر بشیم، ببینیم چیکار میکنن، از کجا امرار معاش میکنن، شبشون چطور میگذره، روزشون چطور میگذره، به کجا وابستن، اینها پشت سر اینها کی هست، مشکلشون چی هست و چی شده که به اینجا رسیدن اصلا. همچنان موضوع ادامه میدیم با شما با جناب دکتر. عرض سلام مجدد جناب دکتر. ما عرض سلام مجدد. اگر بخوایم بررسی بکنیم جناب دکتر ریشه های عوامل و ریشه هایی که سبب میشه تا این قشر از جامعه به وجود میاد، شما چه عواملی رو مؤثر میبینید که سبب ایجاد کودک‌های خیابانی یا کودک‌های کار، حالا هر دو گروهش میشن، چه عواملی رو شما مؤثر میدونید در ایجاد این بحران؟ علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در حقیقت عوامل زیادی هستند. همونطور که شما اشاره فرمودید، ما دست از اون افرادی که مثلا مدیریت سکان، مدیریت جامعه رو به زور به دست خودشون گرفتن، اون قالتاقا با اونا کاری نداریم. اما در خود جامعه چه قضایایی به اصطلاح ریشه در وجود این بحران داره؟ بعضی مسائل اجتماعی است، مثلا فقر و ناداری در جامعه ها متاسفانه باعث میشه که خانواده مجبور میشه
جگرگوشش رو به اصطلاح به جای اینکه بفرسته مدرسه بفرسته دنبال لقمه نون. خب این یه پدیده بسیار وحشتناکی هست که متاسفانه در همه کشورهای ما رایج هست و یک بحران بسیار بسیار عمیقی هست. در کنار فقر همون بیکاری که به اصطلاح منشأ فقر هم هست، پدری است که به اصطلاح بیکار، کاری از دستش بر نمیاد یا یه معلولیت خاصی داره، خانواده معلولیت دارن، بحران دارن، بحران به اصطلاح پزشکی و به اصطلاح بهداشت دارند و نمیتونن در حال سکان خانواده رو بچرخونن. اینجاست که به اصطلاح مجبور میشن بچهشون رو، دخترشون رو بفرستن کلفتی، بفرستن به اصطلاح دنبال کار تو خیابونا ولو بشه. خانواده هایی هم که نیازمند هستن کار زندگیشون رو میچرخونن اما نیازهای خانواده برآورد نمیشه. جامعه ظالم نمیتونه دست به اصطلاح همسایه دست همسایه رو بگیره، برادر دست برادر رو بگیره. اینجاست که به اصطلاح مجبور میشه این خانواده بنا به مسائل بحران‌های اقتصادیش به اصطلاح بچهش رو بفرسته دنبال کار. در کنار این ما متاسفانه هجرت بسیار بزرگی رو از روستاها به شهرها داریم. خب این خانواده روستانشین که میان شهر، بچه‌هاشون همین که رسیدن به شهر، خب اصلا برای چی اومدن به شهر؟ دنبال کار اومدن، دنبال نون اومدن. تو روستا که نون ساز هست، روستا که باید مرکز ساخت نون باشه برای کشور ما، برای جامعه ما، متاسفانه روستای ما به عدم رسیدگی، خشک شدن آب و نبود امکانات مجبورن مردم بیان به شهرها و اینجا هم که به اصطلاح بچه‌هاشو می‌ریزن توی خیابون‌ها. بچه‌هایی که به اصطلاح از مدرسه فرار میکنن، مدرسه هایی که نظام مدیریت فاشل، نظام مدیریت منفی در اونها حاکم هست، نه درسی هست، نه مشقی هست، نه به اصطلاح رسیدگی هست. بچه‌ها یا برخوردهای بسیار خشنی هست از دیدگاه تربیتی، کوتاهی هایی هست. اینجاست که بچه فرار میکنه، میاد به اصطلاح از مدرسه، از درس، از آموزش زده میشه و میفته تو خیابون ها. حوادث دیگه غیر مترقبانه‌ای به وجود میاد، زلزله، سیلاب یا جنگ ها. اینها همه از جمله عوامل اجتماعی هستند که در ساخت این بحران سهیم هستند. در کنار اینا عوامل خانوادگی هست. خانواده هایی که یک نوع ناهنجاری های اجتماعی توشون هست، خانواده‌ای که به اصطلاح پدر مادر از هم جدا میشن یا به اصطلاح تو خانواده خشونت هست، خشونت بین والدین، خشونت والدین با فرزندان، ضرب و شتم فرزندان، یا حتی خانواده‌هایی که به اصطلاح پدر مادرای گرگی تو اونها هستن که اصلا به حدی از وحشت میرسن که به اصطلاح از خشونت میرسن که بچه‌هاشون رو اصلا میندازن بیرون خونه. این خانواده‌ها به اصطلاح سهیم میشن در به اصطلاح وجود آوردن این بحران در جامعه. خانواده هایی که به نتیجه به اصطلاح به سبب فقر و ناداری یه اتاق دارند، به اصطلاح محیط به اصطلاح مسکونیشون بسیار تنگ هست، اینا سعی میکنن به خاطر آرامش خودشون بچه‌هاشون رو بذارن تو خیابونا بازی کنن، بیرون تو کوچه باشن. بچه هم تو کوچه با دوستای ناباب آشنا میشه و دوستای ناباب اون رو میکشن به فرار از خونه و افتادن دنبال به اصطلاح مافیاها و باندهای فساد و خانواده هایی که به اصطلاح پدر مادری که در پله اولشون اشتباه بود، باز هم همین اشتباه رو میخوان تکرار کنن. اشتباه اول انتخاب همسر بود که این همسر باز نتیجهش رسید به اختلافات و طلاق. بعدش میره یک نامادری یا ناپدری برای بچهش میاره که به اصطلاح انسانی هست که توان حمایت از یتیم و کودک بی سرپرست رو نداره. در ازدواج دومی که خانواده ها، آقایون و خانم ها صورت میدن، باید این مد نظرشون باشه. شمایی که در مرحله اول ازدواجت حق کودکت رو ضایع کردی، حداقل در مرحله دوم این کار رو نکن. با صراحت با کسی که میخوای ازدواج کنی بهش بگو که من
بچه دارم، من فرزند دارم، این بچه های من بچه های من هستن، من در مقابل اینها حق دارم و این حقم رو اگر میخوایی در این زندگی مشترک با من در ادای این حقوق و هم سنگ باشی و هم یار باشی، من حاضرم با شما به اصطلاح ازدواج کنم. اگر این جرأت رو نداری، این توانمندی رو نداری، این ذوق و سلیقه رو نداری، این عاطفه انسانی رو نداری، پس شما راه خودت رو، من راه خودم، و حتما پدران و مادرانی که با این ایده و با این باور به پیش برن، خداوند برایشون همسرانی رو مهیا میکنه که برای بچه‌هاشون حق پدری و مادری رو ادا کنن. از جمله مسائل دیگه‌ای که در این خانواده ها به وجود میاد، خانواده هایی که بی سرپرست هستن. پدر همیشه تو خارج به سر میبره، سفرهای طولانی داره، خانواده مسئولیت داره، خانواده به مادر هست، مادر نمیتونه سایه پدر رو در خانواده داشته باشه و این هم در بسیاری از موارد باعث میشه که به خصوص خانواده هایی که تنها هستن، خانواده که یک جامعه بزرگتری رو اونها به اصطلاح برای خودشون تشکل بزرگتری رو به وجود نآوردن. عمو نقش خودش رو نداره، عمه، خاله، دایی نقش خودشون رو ندارن، مادر و مادر بزرگ نقش خودشون رو ندارن. در این جامعه ها با غیاب سایه پدر بچه به اصطلاح خودش رو گم میکنه و خیلی وقتا به انحراف کشیده میشه. یا خانواده‌هایی که پدر یا مادر به اصطلاح وفات کردن و باز هم اون بنیان بزرگتر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عموها، خاله‌ها، اینا در ادای واجب خودشون، در ادای مسئولیت خودشون کوتاهی میکنن. در حال فقدان یک فرد در جامعه به اصطلاح بزرگ، در جامعه پیوند خورده چندان نباید تأثیر منفی بذاره، اما متاسفانه چون این پیوند از اساسش ضعیف هست، متاسفانه مثلا ما با این پدیده، با این بحران روبرو میشیم. خانواده‌ای که به اصطلاح پدر بیمار هست، توان کار رو نداره، یا مادر مجبور دنبال کار بره، یا پدر و مادر هم کار هست هم زندگی هست اما در یک بحران بیفرهنگی، در یک بحران بی‌درایتی به سر میبرند که به اصطلاح با چشم همچشمی میخوان که بیشتر از دیگران داشته باشند، میخوان که زندگی مرفه‌تری رو برای خودشون تأمین کنند، یا خدای نکرده توی یک معضله دیگه اعتیادی مثلا گیر افتادند، یک فحشایی و انحراف دیگه اجتماعی گیر افتادند، اینها به اصطلاح بچه‌هاشون رو میندازن تو بازار. همه اینها دست به دست هم داده متاسفانه ما رو با یک ارقام و یک آمار وحشتناکی هم در ایران، هم در افغانستان، هم در تاجیکستان به اصطلاح مواجه کرده که بسیار وحشتناک هست. این کودکانی که جون میکنند فقط به خاطر اینکه زنده بمونند، به خاطر اینکه یک لقمه نانی رو بتونن به اصطلاح به دست بیارن، با کمال تأسف. جناب دکتر اجازه بدید مقداری نزدیکتر بشیم به عزیزان، این نونهالانی که در کوچه و خیابان به تعبیر شما بسترشون زمین هست و پتو و بالاپوششون آسمان، چه مشکلاتی رو این قشر از جامعه باش دست و پنجه نرم میکنن؟ اگر بخوایم با یک کودک خیابانی همراه بشیم باهاش، یعنی روزش رو و شبش رو، یک شبانه روزی رو بخوایم با یک کودک خیابانی زندگی بکنیم، مثل اون بخوایم زندگی بکنیم، چه مشکلاتی رو مشاهده میکنیم؟ اولا که اینی که ما فقط بخوایم اون رو احساس کنیم، نه این که با اون زندگی کنیم. فقط احساسش برای ما دردناک است و قابل تحمل نیست. استاد سلیمانی عزیز، یک چیزی که هر کودکی خیلی بهش نیاز داره، عاطفه هست، محبت هست و احساس امنیت. کودک میخواد که یه پشتیبان داشته باشه. چرا ما میگیم بی سرپرست؟ یعنی کودک باید یک سرپرستی داشته باشه، یک کسی داشته باشه که اون بتونه مثلا وقتی که مشکل رو جلوی روی خودش میبینه احساس کنه که پشتش گرمه، یک پدری هست، عمویی هست، جامعه‌ای هست، یه محیطی هست، یه بنیادی هست، یک کسی هست که به اصطلاح میتونه شکایت پیش اون ببره، میتونه با اون درد رو به اصطلاح دلش رو خالی کنه. متاسفانه
کودک خیابانی این اولین احساس رو، این اولین نیازش رو، نیاز محبت و نیاز امنیت رو کلاً از دست داده، ناامید هست. این کودک ناامید دنبال زندگی است، دنبال این است که به اصطلاح فقط بمونه، چشاش باز بشه، به دستاش تکون بخوره، بتونه روی پای خودش وایسه. از نظر فرهنگی خب خطرات زیادی این کودک رو تو خودش ذوب میکنه. این کودکان بیشتر نمیتونن به مراکز آموزشی، به مدرسه، اینا دیگه بیشتر همیشون آدمای بی فرهنگ بار میان، بی سواد و فقر و ناداری که از اول باش هست. همیشه این در یک فقر زندگی میکنه. حتی اگر پولدار بشه، ثروتمند بشه، شعور فقر، احساس فقر بر اون غلبه داره. یعنی یک ثروتمند میشه اما چشاش فقر جلوش هست، همیشه در پی به دست آوردن بیشتر است، همیشه ترس و واهمه داره که این ثروتی که به دست آورده از دستش بره. حالت به اصطلاح بسیار گداگونه میگیم که چشم خالی هست یا مثلا گداگشنه هست. همینه، حتی اگر ثروتمند باشه اون وحشت و بیمی که بسیار از اول هیچ وقت احساس امنیت رو به اصطلاح تو زندگیش تجربه نکرده، هیچ وقت آرامش رو تو زندگیش تجربه نکرده، همیشه بیم و وحشت جلوی روش بوده. الان حتی اگر به اصطلاح پولدار هم بشه میبینیم که زندگیش زندگی فقیرانه هست، احساسش احساس فقر و ناداری هست. این کودکان خیلی زود در چنگ گرگایی که دو جامعه هستن قرار میگیرن. اغتصاب، مسائل به اصطلاح انحراف‌های جنسی در این کودکان بسیار هست، متاسفانه بسیار بسیار وحشتناک هست اون آماری که به اصطلاح در این زمینه هست. این کودکان خیلی وقتا به اصطلاح به خاطر به اصطلاح به دست آوردن زندگی دست به هر کاری میزنن. دزدی در این کودکان خیلی هست. متاسفانه آمار نشون میده که بیش از 50% کودکان خیابانی دست به سرقت زدن. 41% این کودکان به باندهای دچار به اصطلاح گیر باندهای خرید و فروش مواد مخدر افتادن. مسائل به اصطلاح عاطفی در اینها بسیار بسیار خطرناک هست. همیشه پرخاشگرند، در پی خشونت هستند. 80% این کودکان مشکل پرخاشگری و خشونت دارند. چیزهای بسیار بسیار وحشتناک. قضایای به اصطلاح ازدواج، این کودکان ازدواجشون همه ازدواج‌های عرفی سر خیابونی است و این هم خیلی از مواردش به جدایی، به نمیدونم در حال پله اول که دیگه اشتباه بود همش اشتباه، به جدایی، به قتل، به خشونت‌های خانوادگی، به خیلی از موارد به اصطلاح منفی این چنینی به اصطلاح اینا کشیده میشن. 55% این کودکان دچار بزهکاری‌های مختلف شدن. خطرهایی که به اصطلاح در مسیر زندگی اینها رو تهدید میکنه از هر سو. اینها یک موجودات معصومی هستن که دیگه هیچ بی سرپناه هستن. هر گرگ درنده‌ای که تو این جامعه هست به شیوهی میخواد از اینها به اصطلاح استفاده سوء ببره و استفاده ابزاری ببره. شذوذ جنسی در این کودکان متاسفانه به شکل بسیار بسیار وحشتناکی هست. باندهای مواد مخدر، باندهای تجارت و بزنس سکس و جنس، دزدان، گداها، باندهایی که اصلا اینا رو میگیرن میبرن نقص عضو براشون به وجود میارن، میبرن نمیدونن بلاهایی سرشون میارن که باز بتونن از اینها تو خیابونا ولشون کنن، اینا کار گدایی رو بکنن، بعد جمعشون میکنن. این ثروتی که به اصطلاح این پولی که گدایی کردن باز همون باندها بی جیب میزنن. همه اینها از جمله خطرهایی است که این کودکان رو تهدید میکنه و واکنش این خطرها و پیامدهایی که این خطرها در ساختار به اصطلاح تربیتی این کودکان داره فردای جامعه و امروز جامعه ما رو متاسفانه تهدید میکنه. حالا جناب دکتر در قبال این مواردی که شما فرمودید داره شاید ما اونقدر نسبت به این خطرها حقیقتا فکر نکرده باشیم. انسان وقتی که خودش
به زندگی خودش مشغول هست و دور بر خودش یک شخصی از این افراد نباشه که دست پنجه نرم کرده باشه، شاید کمتر به این موارد فکر کرده باشیم. حالا من بیننده تا حدودی مثلا آشنا شدم با این مشکلات، با این سختی ها و میخوام یک حرکتی بکنم، میخوام یک اقدامی انجام بدم، میخوام که حداقل یک دفع مسئولیتی کرده باشم از خودم و یک حرکتی از خودم نشون بدم. وظیفه ما چیه؟ چی کار میتونیم بکنیم برای حل این مشکل؟ احسن استاد سلیمانی عزیز، شما یک کلمه‌ای رو استفاده کردید خیلی به جا بود. وظیفه ما چی هست؟ این وظیفه است. این نیست که من آقا نمیخوام، خوشم نمیاد، نمیدونم، از دستم بر نمیاد. این به اصطلاح واژه‌ها یا این تعبیرات کاملا اشتباهه. هر یک از ما به حکم اینی که انسان هستیم، به حکم اینی که به فکر خودمون، به فکر جامعهمون، به فکر آینده فرزندای خودمون هستیم، وظیفه داریم. این وظیفه است، مسئولیت هست. شانه خالی کردن از اون گناه هست. در مقابل این کودکان، در مقابل این بحران اجتماعی ما وظیفه داریم. از جمله اساسی ترین و ساده ترین وظیفه‌ای که از هر یک از ما به اندازه بسیار توانمون میاد اینی که سطح اقتصادی خانواده های این کودکان رو بالا ببره. کودکانی که خانواده دارن، پدر و مادری دارن، بحران اقتصادی دارن، ما باید به این کودکان رسیدگی کنیم، به این خانواده ها رسیدگی کنیم. بعضی از آقایون میان خیلی هم به اصطلاح قیافه هم میگیرن، خیلی خوب به خودشون راضی هم هستن که ما آقا میرن فلان مدرسه، ما به کودکان مدرسه کیف دادیم. آقا این خانواده مشکل داخل خانواده داره که نتونسته خودش رو اداره کنه، بچهش رو نفرستاده مدرسه، بچهش رو فرستاده تو خیابون. مشکل رو ریشه یابی باید کرد. این خانواده چه مشکل داره؟ آیا مشکل به اصطلاح اجتماعی است در داخل خانواده؟ قضیه طلاق هست، قضیه عدم درایت و درک پدر و مادر هست، قضیه فقر اقتصادی هست. هرچی هست با این خانواده ها تماس بگیریم، با این خانواده ها، به این خانواده ها نزدیک بشیم. عزیزان من، این خانواده ها مشکل دارن. از اول ما میدونیم که اینا مشکل دارن، بیمار هستن. الان وقتی من با بیمار به اصطلاح برخورد میکنم دیگه انتظار نداشته باشم که بیان در رو من باز کنن. بله حاج آقا خیلی خوش اومدید، بله شما چه امر میفرمایید؟ چشم قربان، ما تابع فرمان شما. نه خیر، باید انتظار داشته باشم وقتی که در رو باز میکنن یه سیلی بزنن به من که به تو چه؟ چرا تو کار ما دخالت میکنی؟ فلان میکنی، اعلان میکنی. همه این به اصطلاح موارد رو مد نظر داشته باشم. گویا من با یک بیمار دارم برخورد میکنم. الان هر گونه برخورد بد این بیمار باید این رو تحمل کنم و این رو جزئی از عبادت خودم بدونم، تحمل این سختی ها رو. و هممون بهترین بنیادی که در هر جامعه هست و متاسفانه این بنیاد و این کانون معطل شده، خاموش شده. به اصطلاح شمع روشنایی که در هر جامعه هست متاسفانه خاموش شده. طاغوتیان هم در پی خاموش کردن اون هستن. مسجد هست، مسجد رو بارور کنیم، مسجد رو بیاریم که نقش خودش رو ادا کنه. کانون مسجد به ما این حق رو میده، حق اجتماعی رو میده که من برم در یک خونه رو بزنم بپرسم که شما چه مشکل دارید. ما بچه‌هایی برای بچه‌های مسجد هستیم، ما کمیته مسجد هستیم، اومدیم ببینیم که شما چه مشکل دارید. جامعه ما رو قبول میکنه، خانواده‌های مشکل دار ما رو قبول میکنن. اما وقتی که من برم دنبال یه خانواده‌ای که دخترش تو خیابون پره میزنه یا مشکل داره، برم که به اصطلاح مشکلشون رو حل کنن، اصلا به دید بد شاید به من نگاه کنن. پس خانواده‌ها، دوستان، عزیزان این رو مد نظر داشته باشند. اولین به اصطلاح نقشی که هر کسی میتونه ایفا کنه اینه که در رفع بحران‌های این گونه خانواده‌ها ما تلاش کنیم تا به اصطلاح این کودکان ضایع نشن. حالا جان دکتر، اگر ما دیدیم که ببخشید میدونید کلامتون، ما دیدیم مثلا شما فرمودید که کسانی که حالا مثلا ما بچه خیابانی رو دیدیم و متوجه شدیم که با صحبت خودش و دور بری ها که این به خاطر ضعف بنیه اقتصادی خانواده سبب شده که بیاد در خیابان و این کار رو انجام بده و صبح تا شب مشغول کار خیابانی هست و مشکلاتی که در خیابان داره.
حالا اون بچه‌هایی که یا اون کودکان خیابانی که خانواده‌ای ندارن، اینها رو چیکار باید کرد؟ این کودکانی که به اصطلاح خانواده‌ای ندارن، باز اینها رو باز ریشه‌یابی کنیم. بهترین پایگاه و بهترین کانونی که کودک میتونه در اون رشد سالم پیدا کنه خانواده است. اگر خانواده درجه اول نبود، خانواده درجه دوم، سوم، پنجم، این خانواده نمیدونم پسر خاله عمه پدرش رو داره، نمیدونم یک خیش دوری داره، بریم با این خیش تماس بگیریم، بگیم آقا این کودک هست، از خیشای شما هست، شما اگر این رو بگیرید جز خانواده خودت بکنی و این رو بهش برسی، هزینه زندگی این رو ما به اصطلاح چند نفر تأمین میکنیم، به شما کمک میکنیم، در به اصطلاح تربیت این به شما کمک میکنیم، نه اینکه تنها هزینه این رو برداشت میکنیم، یه چیزی هم به شما میدیم، اما به این شرط که شما بیایید این رو یه تربیت بچه خودت بهش برسی. این یک قانون بدیلی هست که ما مثلا میتونیم به وجود بیاریم. این نشد یا این به وجود نیومد یا به اصطلاح میدانش نبود، کودک اصلا حتی همین خانواده به اصطلاح رتبه پنجم رو هم نداشت، ما سعی کنیم یک قانونهای بدیلی رو برای این کودکان به وجود بیاریم. مثلا میتونیم پرورشگاه درست کنیم، 10 نفر 20 نفر تو هر شهر. آقا پرورشگاه زدن این نیست که آقا 4000 کودک یتیم رو من جمع کنم. ما 10 نفر خیاب بازاری، ما 10 نفر معلم، ما 10 نفر نمیدونم نونوا میتونیم آقا یه خونه کرایه بکنیم، یه 2 اتاق کرایه کنیم، اونجا اصلا 10 تا کودک رو جمع کنیم، یک مادری یک به اصطلاح شخصی رو بذاریم که اینها رو پرورش بده، کمکشون بکنه، تو مدرسه ها اینها رو ببریم جا بدیم. آقا ما میتونیم یک به اصطلاح چند نفر بازاری یک کارگاه بزنیم، یک کارگاه آموزشی، 10 تا چرخ خیاطی رو بیاریم به کودکانی که به اصطلاح اینجوری هستن، اینا رو بیاریم خیاطی یاد بدیم، مکانیکی یاد بدیم، نونوایی یاد بدیم، خشت زدن یاد بدیم، فلان یک کار فنی، یک کاری که اینا بتونن تو جامعه با اون به اصطلاح امرار معاش کنن، این رو به وجود بیاریم. هر یکی از ما به نحوی آقا هیچی از اینا رو نمیتونی. شما یک معلم میتونی، شمایی که میری به اصطلاح قرط به اصطلاح حقوق میگیری از نظام، شمایی که میای نمیدونم 10 تا کلاس خصوصی برای بچه‌ها میذاری، یک کلاس خصوصی برای یک کودک بیچاره بذار، کسی که هیچی نداره. وظیفه معلمت میای برای ما به اصطلاح کمرتو بالا میگیری، گردنتو دراز میکنی که وظیفه ما وظیفه پیامبران است. آقا این وظیفه پیامبران، وظیفه پیامبران با قیافه گرفتن نیست. وظیفه پیامبران با این نیست که بری به اصطلاح هر جایی که به اصطلاح حقوق بیشتر میدن، هر جایی که نمیدن درس خصوصی قیمتش بالاتره، بری اونجا به اصطلاح ویراژ بدی که پیامبر شدی واسه ما. آقای محترم، این جامعه، این دردهای جامعه رو تحمل کردن، این یکی از این کودکان رو بگیری و به اصطلاح به عنوان پسر خودت بزرگش کنی و به اصطلاح رشدش بدی، آگاهیش بدی، تربیتش کنی، این کودکی بعد وقتی که میره صبح تا شب جون میکنه، این رو بیاری خونت یه به اصطلاح غذایی بهش بدی، 2 کلمه یادش بدی، این فردای جامعه است. فردا این شاید همین از پسرت فردا به تو به مراتب بیشتر رسید. خیلی یک قصه بسیار زیبایی خوندم از یکی از همین کودکان خیابانی، استاد سلیمانی، که یک پیرمردی اومده بودی، بچه‌ای رو دیده بود، بهش کمک کرد. این بچه این کمک رو یادش نرفت. وقتی که این پیرمرد افتاده بود، مریض شده بود، افتاده بود تو بستر، همین کودک اومده بود بهش رسیده کرده بود، برده بودش بیمارستان، بهش رسیده کرده بود، در حالی که پسرها دخترای این بچه منتظر این بودن که دخترای این پیرمرد منتظر بودن که به اصطلاح از کجا مرگ موشی پیدا بشه که پدر بمیره تا بتونن ارثیه‌اش رو بالا کشن. پس ما انسان باشیم هیچ وقت، آقای سلیمانی، این یک واقعیتی هست که ما ازش غافل هستیم، هیچ وقت امکان نداره من فرد از خدای خالق بر بندگان خدا مهربانتر باشم. خدای خالق هست، اسمش هست الرحمن الرحیم. ما روز 1000 بار داریم تکرار میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. امکان نداره رحم و شفقت من بر خلق خدا بیشتر از رحم و شفقت خداوند باشه. وقتی که من بر خلق خدا رحم و شفقت کنم، حتما خداوند من رحم و شفقت خواهد کرد. ما میتونیم یه یتیمخانه کوچیک، یه پرورشگاه بزنیم برای کودکانی که به اصطلاح
سرپرست ندارند، سرپرست بشیم. آقایون محترم، خانم های عزیز، یک واقعیت تلخ رو به شما بگم که خیلی از شما خانم ها الان به اصطلاح سرتون رو میزنید اونور و 4 تا فحش به من بیچاره میدید. آقای سلیمانی هم نوش جانش، که یکی از معضله ها یا درمان های این موارد و یکی از بحران سازه های این موارد شما خانم ها هستید. شمایی که به همسراتون اجازه تعدد ازدواج نمیدید. آقا خداوند متعال که این خلقت رو خلق کرد به آقایون دستور داد اصل بر تعدد ازدواج هست. فَإِن لَمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. اگر نتونستید، نمیتونید به اصطلاح عدالت و مساوات رو رعایت کنید، اون وقت این حالت استثنایی است که یک خانم بگیرید. این مشکلی که تو جامعه هست، نصف از این مشکل رو شما خانم ها دارید تحمل میکنید. شما خانومی که شوهرت وفات کرده، شما خانومی که شمایید که مادر 5 تا بچه هستید. وقتی که شما بیایید، شما خواهر عزیز بیایید به شوهرت رو بگید که تو فلان منطقه، تو یکی از همسایه های ما، یکی از خویشای ما شوهرش وفات کرده، بیچاره 5 تا بچه داره، 2 تا بچه داره، یتیم داره، تو برو این رو به اصطلاح ازدواجش کن، پدری برای این یتیما باشی. شما فکر میکنید چه جایگاهی نزد خداوند خواهید داشت؟ دوستی از بچهای پشت صحنه وصال حق خودشون تعریف میکردن، یکی از خویشاشون، یکی از عزیزاشون با خانومی ازدواج کرده، که 8 تا دختر داره. یه آقا میاد با یه زنی ازدواج میکنه که 8 تا دختر یتیم داره. با من تصور کنید که فردای قیامت برپا شد، این آقای مبارک وقتی که جلوی خداوند متعال می ایسته 9 نفر رو زندگی بخشیده. این یک خانم بی سرپناه رو سرپناهش شده. خانومی که مشکلات به اصطلاح خانم‌هایی که به اصطلاح تو خانواده‌ای هستند، شوهر دارند، حرف من رو درک نمی‌کنند. اما خانم‌هایی که به اصطلاح تا الان شوهر پیدا نکردند، خانم‌هایی که به اصطلاح طلاق داده شده‌اند یا بیوه هستند، میدونند که من دارم چی میگم. این خانم نیاز به یک بالاسری داشته. این آقا اومده چتر زندگی شده. این آقا اومده پدر 8 تا دختر بوده که امکان داشت این دخترها 8 باند فساد در جامعه باشن. یعنی این به 9 نفر زندگی بخشیده. الان روز قیامت میخواد با چه گناهی پیش خدا بره؟ میخواد 10 نفر به اصطلاح میخواد 4 نفر کشته باشه. 4 نفر اگر قتل کرده باشه با 9 نفر زندگی رفته پیش خداش. خداوند از این انسانها در خواهد گذشت. از اون خواهری که به اصطلاح شوهرش رو گفته که برو این خواهری که شوهرش رو گفته برو با این خانم ازدواج کن، این خواهر در زندگیش باید این رو اسمش رو گذاشت فرشته. این کسی است که درد جامعه رو احساس کرده. وقتی ما با این دید به جامعه نگاه کنیم، میفهمیم که زندگی معناش چی هست. از زندگیمون لذت خواهیم برد، از پیش خدامون عزیز خواهیم شد. و در زندگی اینایی که به اصطلاح میان حرف میزنن که فلانی به اصطلاح 2 تا ازدواج کرده و فلان مشکل داره، آقا اگر مشکل توش نمی بود اجرش هم زیاد نمی بود. بله مشکل هست، مسئولیت پذیری مشکل هست، اما هر کسی این جرأت مسئولیت پذیری رو نداره. واسه همین هر جایی تو جامعه آقایی رو دیدید که بیش از یک ازدواج کرده، میگن دستش رو ببوسید، به خاطر اینی که این انسان جزئی از به اصطلاح بار مسئولیت این جامعه رو به دوش گرفته. این احساس انسانی در این خیلی بالاست. اون افراد کوته اندیش و احمق و نفهمی که بیان این نوع بینش رو دارن که این بقدر به خاطر مسائل جنسیش رفته ازدواج کرده، اینا مشکل پیش خودشون هست. کافر همه را بی خویش پندارد. این مشکلات رو، این دیدمون رو گسترش بدیم، با یه دید آگاهانه، یه دید انسانی به جامعه وقتی نگاه کنیم، این مشکلات بحران‌هایی که تو جامعه داریم کم کم به دست خود ما حل میشه. ما جزئی از حل این بحران هستیم. اگر این کار رو نکردیم، دود این بحران به چشم ما خواهد رفت. جناب دکتر، در این موضوعی که شما اشاره فرمودید، حالا من یک پرانتزی باز بکنم، چون میدونم که به هر حال این موضوع تعدد زوجات مسئله هست که با فرموده شما
خواهرانی که حالا تجربه نکردن دوران طلاق رو، انشالله که هیچ خواهر همچین دورانی رو تجربه نکنه و خواهرانی که به هر حال هنوز شوهرانشون در کنارشون هستن، سایه بالا سرشون هستن و زنده هستن، خواهرانی که خب شوهرشون رحلت کرده از دنیا رفته، بیوه بهتر متوجه میشن، یا خواهرانی که هنوز ازدواج نکردن و سالهاست منتظر ازدواج هستن. در موضوع تعدد زوجات حقیقتش اینه که بعد از با این دیدی که جناب دکتر اشاره فرمودن، جای من میخواستم یک پرانتزی باز کنم که یک دفاعی کرده باشم، یک طرفی از به نمایندگی شما صحبتی بکنم، اما حقیقتش بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم و بخوایم از منظر شرعی نگاه بکنیم، جای توجیه باقی نمیمونه. من نه به عنوان یک مرد بخوام دفاع بکنم از این جریان. این یک حقیقتی است که هر انسان منصفی آنچه را که جناب دکتر مطرح فرمودن، اشاره فرمودن بهش، با این دیده که انسان، بله منکری نیستیم که شاید مردهایی به خاطر اینکه به هر حال چشم ابروی کسی خوششون اومده و احساس میکنن که حالا یک نیمچه نگاه جنسی داشته باشن به این موضوع، کسی منکر این حقیقت نیست، اما وقتی که دید خیرخواهانه است و وقتی که دید کمک به جامعه است، وقتی که دید برداشت یک باری از جامعه هست که این بار از جامعه هم خود همین بیشتر قشر دیگر، خب بخش دیگری از قشر خواهران جامعه هستند، دیگه جای توجیهی بر این جریان باقی نمیمونه و باید بپذیریم که مشکلات جامعه رو ما بعضی وقتها به خاطر تنگ نظری های خودمون بیشتر دامن میزنیم و بعضی وقتها ما خودمون سبب میشیم که مشکلاتی رو که میتونیم حل بکنیم خودمون یا حداقل دور و بری های خودمون میتونن سببی بشن برای کار خیر، ما خودمون منع میکنیم این راه رو. ما دنیای خودمون رو فقط نگاه نکنیم، ما میلیون ها بلکه میلیاردها سال رو ما پیش رو داریم. این چند سالی که در دنیا زنده هستیم این رو فقط نگاه نکنیم. ما بعد از این ما قبر رو داریم، بعد از قبر ما قیامت رو داریم که 50,000 سال یک روزش و بعد از اون باز دوباره میلیاردها سال و تا ابدالابد جاودانه ما زنده ایم، یا در دوزخ خدای نکرده و یا در بهشت. و اینها واقعیتایی است که ما ایمان داریم بهش، اینا که تعارف نداره که اینکه جز ایمان ماست. اگه کسی در اینا شک بکنه که کافر میشه. این زندگی حقیقی ماست، این دید ماست نسبت به زندگی و چه برادران چه خواهران، همین با دید ما نسبت به زندگی و حقیقت زندگی باید این باشه، یک دید معنوی، یک دید ایمانی، یک دید خدایی و یک دید اعتقادی. و برای حل مشکلات جامعه هم باید با این دید ما بیایم و به دنبال حل مشکلات جامعه باشیم. در خصوص که به هر حال هر کدوم از این مشکلات، تحمل این مشکلات هم برای ما یک عبادت بدون شک بنا به آیات کلام الله مجید و احادیث فراوان رسول صلی الله علیه و سلم در این باب. جناب دکتر اشاره فرمودید به یکی از راه حل ها، اون همین موضوع بود که ما بیایم و این کودکان خیابانی عزیزی که هستن رو در پی ایجاد یک فضای به هر حال کانون خانواده باشیم برای اینها، چه خانواده خودشون رو سعی بکنیم کمک بکنیم که مشکلات اقتصادی یا مسائل دیگری که دارن رو حل بکنیم که این فرزند برگرده به دامن خانواده یا خانواده های دورتر، یا اینکه اگر بتونیم حداکثر تلاشمون رو بکنیم که اون رو در دامن خانواده خودمون جمع بکنیم. غیر از این موارد، حالا شاید عزیزی در حد توانش نباشه که بخواد این کار رو انجام بده، غیر از این موارد یا پاسخگو نباشه برخی موارد خاصی ما پیدا بکنیم که نتونیم این راه حل رو استفاده بکنیم. راه حل های دیگری هم آیا پیشنهاد میکنید برای حل این موضوع؟ هر یکی از عزیزانی که در جامعه هستن یک مصدر کاری دارن، یک تخصصی دارن، یک فن و فوتی بلد هستن. شما میبینید یک بچه‌ای تو خیابون بلو هست، خب بیچاره داره مثلا سیگار میفروشه، دیگاره نمیدونم، به خصوص تا هر چقدر این سطح کارش پایین تر باشه، سطح درآمدش پایین تر باشه، خطر اینی که از سوی مافیاهای مختلف شکار بشه بیشتر هست. حداقل حدی که هر کسی ازش برمیاد. شما پیرزنی که مثلا تو خونه از زوار در رفته هستید میگی ننه از من پیرزن چی میخوایی؟ من از شما هم میخوام. شما میتونید یک به اصطلاح فضای امنیتی برای این بچه ایجاد کنید. این بچه‌ای که تو خیابون هست میتونی آقا خوشت نمیاد، نمیتونی تو محیط خانواده خانت جاش بدی، میتونی جلوی خونت یه اتاقی که کوچیکی، نمیدونم کلبه کوچیکی درست کن، یه خیمه تو حیاط خونت بزن، بهش بگو که آقا از بعد از مغرب که بساط تو جمع میکنی میای اینجا بگیر اینجا بخواب، یه جایی بستر خوابی براش پیدا کن. اینو نمیتونی، میتونی بگی آقا پسر جون
همین بساطی که دم و دستگاهی که داری میفروشی اینا رو میتونی شب تو خونه ما بذاری، صبح زود بیا در بزن و وردار برو دنبال کار. یک بحث، یه احساس بهش بده که به فکرش هستی، احساس بهش بده که کسی هوای منو داره در همون حد. این خیلی خدمت بزرگی هست. این نیاز هر کودکی هست که احساس کنه یه پشتیبان داره، احساس بده بهش که تو پشتیبانش هستی. نمیتونی یه لباس درستی براش بخری، نمیتونی یه آبی بهش بدی که سر و صورتش رو بشوره، نمیتونی هیچ کاری بکنی. همین احساس کافی است براش. همینی که به اصطلاح اومدی یه روز ندیدی سر جای، همیشه سر خیابون وای میساد، سر فلکه وای میساد، اومدی ندیدی، روز بعد که دیدی میپرسی که احمد جان تو اومدم اینجا نبودی ها، چی خبره، مشکلی برات پیش اومده، فلان اومده. یه لبخند میتونی بهش بزنی، یه لبخند که احساس کنه کسی هست که هوای منو داره. این بهش اعتماد به نفس میده. یکی از مشکلاتی که این کودکان باش دست به گریبان هستن احساس خود کمتر بینی هست که اینا رو داغون میکنه. احساس میکنن که اینا سربار جامعه هستن، احساس اون گناهی که پدر و مادر و جامعه باید اون رو تحمل کنن چون اونا تحمل نکردن افتاده تو گردن این بیچاره ها. احساس گناه میکنن، گناه پدر مادر رو اونا تحمل میکنن، گناه ظلم نظام رو اونا تحمل میکنن، گناه ظلم جامعه رو اونا تحمل میکنن. ما باید بهش احساس بدیم که نه، تو یک انسان هستی، تشویقش کنیم. یکی از نیازهای هر کودک این است که باید تشویق بشه، جامعه باید تشویقش کنه. حالا پدر مادری نیستن که تشویقش کنن، معلم و مدرسه ای نیست که تشویقش کنه. من و شما میتونیم این کار رو بکنیم. به جای اینی که به اصطلاح بهش به اصطلاح بعدش بگیم آهای برو گم شو، چیه که میبینم دم خونه من وای میسی، دم دکان من اومدی، این چه اخلاقیه، این چه انسانیتیه. به جای این تشویقش کنیم. تو مردی، ماشاءالله ماشاءالله به این بازوهای همت تو نون آور خانواده هستی، آفرین به تو که سر پای خودت وایستادی، آفرین به تو که بس ماشاءالله پسرم داری که به اصطلاح خودکار میفروشی، ماشاءالله اسم تو هست بازرگان، تو تاجری. از خودکار فروشن خیلی از ثروتمندای بزرگ شهر یه روزی به اصطلاح کفاشی میکردن، یه روزی خودکار میفروشن، تو یه روزی یه فرد بزرگ میشی. این تشویق حقشه، نیاز داره. ما بیاییم این تو کودک رو تشویقش کنیم. نمیتونیم خدمتی بهش بکنیم تو سری نزنیم. خدای منان میفرمایند که و اما السائل فلا تنهر. این امر الهی هست. کسی که نیازمند هست شما حق ندارید سرش داد بکشید، شما حق ندارید باش به شدت پرخاش کنید و برخورد بد بکنید. چرا؟ این برخورد بد باعث میشه که ایشون واکنش نشون بده، باعث میشه که حس انتقام در این فرد به وجود بیاد. شما یک فرد رو با یک پرخاشت، با یک راندن از جلوی دکان و مغازه و نمیدونم خونت، شما این رو گذاشتید توی دست مافیاهای خطرناک دزدی، سرقت، نمیدونم چپاول، راهزنی، قتل و غارت، نمیدونم فساد، فحشا، مخدرات و خودت نمیدونی. فکر میکنی که هیچ کارم نکردی، خیلی هم خوشحالی، میگه که زدم دورش کردم از جلوی مغازم. برکت رو از جلوی مغازت راندی. رحمت الهی شاید تو این مغازه تو میومد، تو زندگی تو میومد به خاطر همین و تو از خودت راندی. رحمت خدا رو از خودت راندی. این کار رو نکنی. این که کودکان نیاز به اعتماد به نفس دارن، اینا کمبود عاطفه دارن، اینا رو بهشون اعتماد به نفس بدیم. اینا ترس و واهمه دارن، از همه میترسن، براشون پشتیبان بشیم، بهشون اهتمام بدیم، سعی کنیم شادشون کنیم، سعی کنیم احساس بودن و شعور به وجود رو به اینا بدیم، احساس با اسمای خودشون صداشون بزنیم، یه جانی بگیم که جونمون نمیاد بیرون، یه لبخندی بهشون بزنیم هیچ مرگمون نمیشه. به جای اینکه بیایم داد بزنیم، بیایم به اصطلاح بد و بیرا بگیم، نه، با لبخند، با خوبی اینا جزئی از ما هستن. نمیتونیم تو آغوشش بگیریم که بوی بدی داره و نمیدونم زشته و لباسش کثیفه و به ما بر میخوره و مردم چه خواهند گفت. میتونیم یه لبخندی بزنیم، میتونیم یه کلمه خوب بهش بگیم.
اینا خیلی مهم است. این کودکان بر اون ظلمی که جامعه بهشون کرده اینا سرکشن، سرپیچن، اخلاق ندارن، داد میزنن، تا حرفی میشه گلاویز میشن، به همدیگه میپرن، فحش و ناسزا گفتن این فرهنگ گفتاری این هاست. اینا همه این مشکلات رو دارن، ناگهان خشمگین میشن، برای کسی احترام قائل نیستن، نمیدونم غیرت ندارن، نمیدونم با کسی همکاری نمیکنن، اصلا از دیگران میترسن، توان ارتباط برقرار کردن با دیگران رو ندارن، اصلا سعی میکنن دیگران رو تخریب کنن، دزدی کنن، سرقت کنن. اینا ویژگی های ایناست. این بیمار است. یک کسیه که مثلا تو منجلاب افتاده، طرف اومده تو فاضلاب افتاده، دیگه من نمیذارم نمیکشمش بیرون که آقا تو فاضلاب افتاده کثیف میشم. نه، یک انسان رو نجات دادن، یک کودک معصوم رو که به اصطلاح همه ما در ساختن این بحران به نحوی شریک هستیم، همه ما به نحوی شریک هستیم. حالا گفتیم که بذار آقا این نظام و این دولت و اینا خاک به سرش، نخواستیم اصلا حرفش رو نزنیم. خود ما جامعه، عدم وجود کانونهای جامعه، کانونهای سازنده جامعه مدنی خودش یک جزئی از به اصطلاح مشکلاتی است که ما به بار آوردیم. همینی که ما نتونستیم مسجدمون رو مسجد کنیم یکی از مشکلات ماست. همینی که ما ندونستیم قلبهامون رو محراب عبادت خدا کنیم یکی از مشکلات ماست. پس ما در ساختن این بحران شریک هستیم. الان بیاین در حل این بحران شریک باشیم. اینها رو با همون طوری که هر چی حداقلش اینی که همون فن و فوتی که من بلدم بهش یاد بدم. این کودکی که تو جلوی مغازه شما میره صداش بزنم، بهش بگم آفرین تو داری به تجارت میکنی، رو پای خودش وای میسی، انشالله موفق میشه بزنم. اما من اگه میبینی یه فروشگاه بزرگ دارم، منم از هیچ شروع کردم مثل خوده، اما یاد گرفتم که هرگز دروغ نگم. ببین هرگز در هیچ وقتی به هیچ مورد دروغ نگو، دزدی نکن، کار حرام نکن، فلان نکن. تربیت اخلاقی رو بهش نشون میدیم، بهش تلقین میکنیم تا این بتونه رشد کنه. ما هر یکی از ما حداقل میتونیم یه فن و فوت اخلاقی، یک فن و فوت برقراری روابط با دیگران، یک فن و فوت و حرفه کاری که بلدیم به اونا نشون بدیم، یادشون بدیم. هر یکی از ما اگر بخوایم و اگر خدای منان جلوی در اذهان ما باشه، رضایت خداوند در اذهان ما باشه، چشامون آخرت رو ببینه، هر یکی از ما میتونیم به نحوی به این کودکان کمک کنیم. حقیقتا جناب دکتر فرمایشات شما انسان رو به وجد میاره و تحریک میکنه که بره بگرده تو خیابون و از همین امشب به این فکر باشه که حداقل این فرصت عظیمی رو که الله تعالی در اختیار ما قرار میده در برخورد و در تعامل با این عزیزان انسان از دست نده. واقعا این فرصت های طلایی است که ما برای خودمون کار میکنیم. من احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. اگر نیکی بکنید به خود کردید و اگر بدی بکنید باز هم به خود کردید. ما با خدمت به این عزیزان، با دستگیری از اینها و با رابطه نیکو و حسنه با اینها ما به خودمون خیر کردیم، به خودمون نیکی کردیم و پرونده خودمون رو ما میایم سنگین‌تر میکنیم، پرونده عبادت‌های خودمون و اعمال نیک خودمون. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. فراموش نکنیم که اینها فرصت‌هایی است برای اینکه ما بتونیم رضایت الله تعالی رو کسب کنیم. الله تعالی می‌فرماید که وجعلنا بعضکم لبعض فتنة. من الله تعالی با عظمتی که دارم برخی از شما رو وسیله آزمایش برخی دیگر قرار میدم. اگر الله تعالی به ما نعمتی داده و فرصتی داده و احساس میکنیم که وضع ما بهتر از این هاست، فضل الله تعالی است و نه هنر ما. و اونها رو هم الله تعالی با این شرایط داره خود اونها رو آزمایش میکنه و وسیله برای آزمایش ما قرار داده تا ما رو آزمایش بکنه با اونها. و چه بسا که لبخندی بر لب اونها جاری کردن سرنوشت
جاودانه ما رو در قیامت تغییر بده و یک لبخند به سمت یکی از این عزیزان، دستگیری از اونها، محبت نسبت به اونها در روز قیامت، در اون روزی که لا ینفع مال ولا بنون، نه مال و فرزند به درد ما میخوره، اون روز بتونه که کلا سرنوشت زندگی ما رو در قیامت تغییر بده. جناب دکتر، داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم و من دوست دارم که در حدود 5 دقیقه‌ای که باقی مونده از فرصت برنامه بحث رو جمع آوری بکنیم و اگر چیزی دیگری باقی مونده در خدمت شما هستیم. عزیزان، یک واقعیت تلخ رو بیاییم کمی با خودمون روش فکر کنیم و اون واقعیت تلخ نگاه کردن به همسایه‌مونه. یه سری نگاه کنیم، همینجور چشامون رو وا کنیم ببینیم تو عراق چی اتفاق میفته. این عراق همون سرزمینی بود که سرزمین شاداب، بهترین و سرسبزترین و یکی از ثروتمندترین کشورهای عربی عراق. این افراد، این کودکانی که میبینیم ولو هستن، بی مأوا و بی سرپرست هستن، اینا بچه های همون آقایون و خانم های ثروتمندی بودن که هرگز مثل ما که الان هرگز فکر نمی کنیم که ما شاید به همچین به اصطلاح مشکلاتی دچار بشیم. این کودکانی که تو خیابون ها هستن بیشترشون افرادی هستن که پدر و مادرشون یا حداقل پدر بزرگ و مادر بزرگشون هرگز گمان نمی کردن که همچنین بلایی سر بچه‌هاشون بیاد. خب پس ما بیاییم واقع بین باشیم. این من برای همیشه زنده نیستم. همین مشکلات برای من هم ممکنه به وجود بیاد، برای شما هم به وجود بیاد. پس اگر میخواهیم آینده بچه هامون رو حفظ کنیم، آینده بچه هامون رو سوره کهف به ما نشون میده که چطور حفظ کنیم. 2 تا بچه یتیم قصهشون در سوره کهف هست که خداوند منان حضرت موسی کریم الله، یکی از پیامبران اولوالعزم رو وظیفه میده با یکی از صالحان که به اسم حضرت خضر معروف هست که این انسان صالح با این پیامبر میرند عملگی میکنند، یه دیوار افتاده ای رو بلند میکنند، میسازند. چرا؟ چون که زیر این دیوار زندگی است، آینده است، گنجی هست نهفته. مال چی؟ مال 2 تا بچه یتیم. واسه چی؟ و کان ابوهما صالحا، برای اینکه پدرشون انسان صالحی بود. اگر ما میخوایم آینده بچه هامون، نوه هامون آخر رو حفظ کنیم، آینده اونها در صلاح ماست و صلاح ما معیارش به اصطلاح رفتن به مسجد نیست. یکی از معیارهاست، یکی از عبادتها رفتن به مسجد هست. ما انسانهایی هستیم که خداوند متعال ما رو بر تمام ادیان و بر بندگان دیگه برتری داد. به خاطر چی؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، که ما امر به معروف میکنیم، در ساختن خوبی و نیکی ما سهیم هستیم، در برداشتن زشتی ها و بدی ها ما سهیم هستیم. اگر من در جامعه همچنین نقشی رو ادا کردم، من از خوبان و صالحان هستم پیش خدام و خداوند بچه های من رو، آینده من رو حفظ میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما فرمودند که در روز قیامت من و کسی که سرپرستی یتیمان رو کرده باشه اینطوری دست در دست هم وارد بهشت میشیم. میخوای دست در دست پیامبر وارد بهشت بشی، احتمال نداره، امکان نداره، تصور هم نداره که پیامبر وارد بهشت بشه به من بگه که پشت در بشین که من میرم به اصطلاح به بالاترین مکان بهشت. نه خیر، وقتی دست در دست پیامبر وارد بهشت میری تا آخرین لحظه‌اش با پیامبر همراه هستی. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید بهترین خونه مسلمون اون خونه ای هست که در اون بچه یتیمی هست که بهش خوبی میشه. بدترین خونه این مسلمون اون خونه ای هست که در اون بچه یتیمی هست که بهش بدی میشه. حالا این خونه خودت شد یا جامعه و محله شد. پسترین و پلیدترین محله اون محله ای هست که تو اون بچه یتیمی، بچه بی سرپرستی هست که بهش اهانت میشه. بهترین محله اون محله ای هست که بچه یتیمی توش هست، بچه بی سرپرستی هست که بهش خوبی میشه. و
پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما میفرمایند هر کسی که یه بچه بی سرپرست یتیم رو گرفت، برد پیش خودش، غذایی بهش داد، شراب و نوشیدنی بهش داد، تا مثل اون رو بهش پرورشش داد، بهش رسیدگی کرد، اوجب الله له الجنه، خداوند برای اون جنت رو واجب کرده، ضمانت کرده. دیگه از اینو بیشتر چی میخوانیم؟ یعنی واقعا جنت به این بزرگی، رضایت خداوند، یه مقدار عرق ریختن، یه مقدار سختی تحمل کردن، یه مقدار خود رو به زحمت انداختن نمیارزه؟ یقینا میارزه، یقینا میارزه جناب دکتر. شک در نیست. تشکر میکنم از حضور شما و صحبت‌های زیبای شما در این برنامه. یک دقیقه فرصت داریم برای خداحافظی شما و بینندگان عزیز. بنده از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید کمال تشکر رو از شما دارم و از همینجا میگم درود و سلام خدا بر تمام اون خواهرانی که برای رفع معضله و بحرانهای اجتماعی همسراشون رو تشویق کردن و درود و سلام خدا بر همه آقایونی که برخی از زحمت‌ها و فشارهای جامعه رو به دوش گرفتن و ازدواج‌های مجدد کردند یا به گونه‌ای در رفع بحرانهای اجتماعی شریک بودند. درود و سلام خدا بر همه شما عزیزان که ما رو تا این لحظه همراهی کرد. همچنین درود و سلام الله تعالی بر شما جناب دکتر که با صحبت‌های زیبای خودتون به ما نیرو بخشیدید در راه قدم برداشتن در حل این مشکل. و درود و سلام الله تعالی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه بزرگوارش، اهل بیت گران قدرش، همسران عزیزش و همه پیروان راستین رسول الله صلی الله علیه و سلم از صحابه و اهل بیت ایشون. از الله متعال خواهانیم که پدران، مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، اساتید، شاگردان، دوستان، آشنایان، اقوام و خویشاوندان و تمام موحدین رو که از امت ما به دیار باقی شدافتن مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و درود و سلام و تشکر بی پایان از دوستان عزیز در اتاق کنترل، رفیع جان و فرید و دیگر همراهان و شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. الله یار و نگهدارش.